ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان عزیز. حالا از برنامه تازه انگارها گفتار چهارم را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک ها شنوید. ماه سیوم است که در خوابگاه با رحیمبیک و رحمتشاه و سهراب زندگی می کنم. عمکم و زوجه‌اش اول راضی نشدند که از خانه آنها روم. این گپ را دویم باره از دهانت نبرور که خلق عالم به ما می خندد. رنجش آمیز فیغان برآورد زوجه عمکم. چی؟ ما از خانه پیشت کرده ایم یا در کوچه مونده ای که خوابگاه می روی؟ او مبادا ملول شود، در حال بغض گلویش را می فشارد که نفسش گرفته به رقت می آید. در چنین حالت آوازش گریه آموز می براید. خانه ما به دلت زده باشد؟ این گپی دیگر. وی التجا آمیز به عمکم نگریست. در چشمان او الکی اشک حلقه زده بود. او من تو را از یگان فرزندم کم نمی دانم کو، گفت او با گوشه رومال آبی چشمانش را پاک کنان افزود. خوابگاه برای بچه های بیکس و ره دور لازم. تو خانه علاهیده داری، نان و خوراک دوی مهیا. نترس، دیگر نمی گذارم به یگان کار دست رسانی. و یک باره به مکم در افتاد. او چی کنده بر این می ایستی؟ به دادرت گپ زن؟ عمکم لبی کت بی حرکت نشسته از بین شاخساران به فضای لاجوردی می نگریست. گویا در روز روشن هم از گنبز ناپیدا کنار آسمان کدام ستاره ای را می جست. من در بین آب و آتش ماندم. خواستم چیزی بگویم و خود را از حالت ناگوار رهانم، اما عمکم پیشانی پرچینش را پلماسیده کاهش آمیز پرسید. کی به تو گفت که خوابگاه بگیر؟ آدم ها عیب می کنند. خانهش در تگی فوکی شهر و دادرش را غنجانده نتوانست می گویند. سحر اندک بر وقت در بخیزی به درس می رسی. خوابگاه هم برای دانشجو یک مکتب است می گفتید کو. ناگاه سخنش را بریدم من. عمکم به خیال رفت. نمی دونم حالا وی در چی خصوص می اندیشید، ولی علمی زوجهش مگر خروج کرد که باز گیله آغازید. دیرد به خوابگاه کشالوده است و ما بیدرد. او من باز آرزو داشتم که اول تو را زن دهم، در گوشه باغ برایت خانه سازم. به اون طرف دنیا نمی رود کو. غرونگید عمکم. خواهد هر روز، نخواهد آخری هفته می آید. اینجا خانه خودش حساب. من رود، پرانچک شده است. به جوانان همسالش شنوخیز کردن، آشنا شدن فایده دارد. پخته می شود، آدم ها را می شناسد. پرانچک هم نظارت و غمخواری می خواهد. غرغر کرد همسری عمکم
و از نزد ما دور شد. ولی من درباره این زنی سبزینه 40 ساله به فکر رفتم و از تمام زنهای دیه، حتی از مادرم نیز در معامله فرق دارد. مهربانی، سخنهای شیرینی ساخته را بد می‌بیند. رفتار و گفتارش شخشول و مردانه است. وقتی عمکم مقصدی به خانه‌شان آوردن مرا به او فهماند، شادانه ندا برآورد: به دستم افتادی ملا نعیم؟ جای ما کوه و پشته ندارد که روزت را به دواده و خرسواری بگذرانی، لیکن برایت کار می‌یابم. خودش از کار گرفته اینجا آمد. لقمه پرتافت عمکم: بچه رو در حال نترسون. این گپ ها شوخی نی. آبی آدم کارگریز دویم لای است. او به شوهرش جدی نگریست: خودت این چیز را از من بهتر میدونی کو. خواندن هم مهنتی آسان نیست. در طول 2 سال به غم و شادی این خاندان شریک بودنم، زوجه عمکم تنها 1 مرتبه مرا جزا داد. آنچنان جزایی که مثلش را کسی تا حال ندیده است. لیکن هنوز هم نمیدانم که در این خصوص با عمکم حرف زده باشد یا نه. به هر حال بعد آن واقعه خواستم این خاندان را ترک کنم تا چشمم به چشم زنی عمکم، معلمه زبان انگلیسی همون نافتد. ولی نتوانستم. آن لحظه حتی اکنون هم به یادم بیاید ایزا می کشم. از مکتب بر وقت‌تر آمدم. معلم تعلیم مهنت باز کسل شده است. در خانه کسی نبود. از گرسنگی آبی دهانم می رفت. خانه خودمان باشد، به سر مادر و خواهرانم داد می زدم که تیزتر خوراک بیارن. گفتم حسرت آمیز به خود و به آشخانه در آمده سرپوش دیگ را برداشتم. دیگ خالی. دلم ته رفت. دماغم سوخت. اینجا خانه آچت نیست که ناز بکنی. سزا دادم خود را. خواستم انگور و شفتالو چینده با نان و چای تناول کنم، ولی وسوسه به دلم راه یافت و مرا اسیر کرد. خودت بیهوده عذاب نده. انگور و شفتالو را موی سفید و کمپیرها از ناچاری میخورند. بیدندانند. تو از دیگرها چی کمی داری؟ رفته از آشخانه پیش اداره کلخوز منتو، سمبوسه، سیخ کبابی، مرغابی، بویگین هم باشد گیر. در پیش چشمی کوری نورمتی گشنیش فروش پسری کباب پس مزه کرده بخور که بیند و از حسد سوزد. او لعنتی بی سواده. گویا من از درس زبان انگلیسی به وی بهای 2 میمانده باشم. نزد بچه ها خدمتگاری دری خانه عمکت هستی گفته از دل گذراندم و به کیسه هایم دست زدم، لیک چند تنگه یافتم و بس. اکنون به یادم رسید که پولهای از خانه آوردم را به زوجه عمکم داده بودم. دم راست استاده چی کار کردنم را ندانستم. در کجا مانده باشد پولها را؟ پرسیدم از خود و شتابان به خانه در آمده کیسه های شیم، پیجک و پالتوی عمکم را تگرو کردم. مراد حاصل نشد. علمم دوچند گشت. خواستم بیرون برایم. بناگاه چشمم به صندوق کبود چتاب افتاد. پولها در صندوق. در خیالم آواز از غیب به گوش آمد. رفته به زلفین جامدان دست زدم. محکم بوده است. ناچار چند سری پا پیش جامدان استادم. بعد مثل کسی مغلوب خجالت زده از خانه برآمدم. خروس کلنگی سرخچتاب که
روی حولی با وقار یک تا قدم نهاده دان میچید، از ناگهان پیدا شدن من رمیده قط کنان بالای دیوار پرید و زیرکانه به اطراف نگریسته دور و دراز فریاد کشید: لعنتی، تو هم به من میخندی؟ جای بیگانه همین آدم در چشم خروس روباه می نماید. گفتم در دیو. باز هوش و یادم را جامدان به خود کشید، گویا من آهن بودم و وی آهن ربا. چشمم به آشبوری دستش استخوانی که روی میز آشخانه می ایستاد برخورد. آن را برداشتم و به اطراف نظر افکندم. پشه هم پر نمیزد. به خانه وارد شدم و جامدان را راست مانده نوگی آشبور را به تگ زلفین نهاده زیر کردم. زلفین صدای نحیف برآورد اما کشاده نشد. باز چند مراتبه دیگر قوه آزمودم، بیفایده، لیکن نوگی آشبور چرم جامدان را خراشید. از غضب و ناعلاجی لرزیدم و قامتم را برداشته جامدان را لگتی کوفته بودم که از در زوجه عمکم در آمد و چشمانی خسته‌اش را به من دوخت. او هم لحظه هیکلوار راست ایستاد و من نیز. وجودم را رعشه فرا گرفت و پنجه هایم ناعیان سست شدند و آشبور از دستم روی فرش افتاده جرنگاز زد. یک قد پریدم. اول لب‌های ینگم پیر پریدن. گمان کردم که حالا گریه کنان مرا زده مثل سگ از خانه پیش می کند، شرمنده و رسوا می سازد. آخر حتی مادرم سری چنین گناه مرا دستگیر می کرد، با خیمچه شکم سیری زیافت می داد. نی، وی ناگاه خندید، دور و دراز با آواز بلند خندید. تنها گاه مولا نعیمی صندوق را چنان لگد زدی که جانش برآمد. چی با این کار کردی؟ می پرسید و بس. جای گریز نبود. وی در حالتی که از خنده به چشمانش آب می دوید به پهلودری تکیه کرده می ایستاد. نه زمین می کفید که به آن زود درایم، نه بال داشتم که بپرم و ناپدید شوم. ناچار مثل جوال خالی به جایم نشستم و با پنجه هایم چشمانم را پوشانیده گریه کردم. در حال خنده در لبان ینگم یخ بست. او سمکش را روی میز نهاد و نزدم آمد و انگشتان نرم و بور آلودش به سرم نشستند. با دست دیگر آب چشمانم را پاک کرد. هیچ گپ نی، خفه نشو، با ملایمت گفت او. لیکن دیگر این خل رفتار نکن که دادرانت بینند عیب میکنند، عمکت هم. در لب او باز خنده دمید. بعد مگر چی گفتنش را ندانست که خاموش ماند و رفته کتاب های روی میز را تگرو کرد. من میدانم تو این کار را قصدن نکردی، با آوازی نرم گفت او. لیکن حالا به من وعده ده که تمام عمر، لبانش ناعیان لرزیدند، این کار ناشایسته را نمی کنی. او آمده روبرویم سری پا نشست. چهرهش آرام بود. چشمان شهلای مهربانش برق می زد. وعده می دهی؟ التجا آمیز پرسید او. اگر وعده دهی تو را دادر می خوانم. من دادر ندارم. شاید از سحر مهربانی های او سراپایم کرخت و اشک چشمانم خشک شد. شر ندار، وعده بدی، با اصرار می گفت وی. اگر وعده بدهی گناهت را می بخشم. من سرم را بین دستانم داشته دمی به سکوت رفتم. هرچند زور زدم که لب کشایم عذر پرسم نتوانستم. آخر من با گریه شرمم را پنهان کردنی بودم.
ниҳоят аранги овоз баровардам. дигар намекунам. офарин, ана ту додари ман шудӣ. маро навозишкунон гуфт ӯ. бихез, рафта дасту рӯятро бишӯ. ҳардуямон хӯрок мепазем. баростӣ аз падару модар бармаҳал ҷудо шудан ҳеҷ гоҳ аз гӯшаи хаёлам намегузашт. охир акнун синфи ҳафтумро хатм карда будам. пеш аз оғози соли нави таҳсил амакам хонаи мо омад. бешак тамоми сол аҳли оила, махсусан модарам, омадани вайро интизор мешавад. вай ҳар саҳар сари дастархон ҳатто хобҳои дидаашро нақл карда боз худаш таъбирашро меёфт. дилам гувоҳӣ медиҳад ки абдукариму бачаҳош ҳамин рӯз меоянд. ҳа, кафи дасти ростам чанд маротиба ширин ширин сиқ заду чашми шодам ҳам парид, мегуфт ӯ ва хоҳаронамро мефармуд ки ҳавлиро об зада рӯбанд. худаш то шомгоҳ борҳо сари кӯча баромада роҳ мепоиду ноумед бармегашт. андешаманд ғур мекард. ин бача имрӯз ҳам наомад. тинҷ бошад ку нағз. баробари расидани амакаму аҳли оилааш дар хонаи мо базм барпо мешуд. модарам ҷои нишасти онҳоро намеёфт. вай аз тухми мурғ то меваҷоту сабзавот тамоми неъмати дуньёро барои онҳо захира мекард. баъд бо як ифтихору хушбахтии беинтиҳо ба ин муносибат ба зану марди ҳамсоя зиёфат ҳам медод. вале он сол амакам танҳо ба меҳмонӣ омад. бо вуҷуди ин аз хурсандӣ сари модарам ба осмон расид. алек падарам дар ташвиш афтод. чаро бачаҳоро наовардӣ? хаотиромез пурсид ӯ. онҳо имсол хонаи он бобояшон рафтанд, ҷавоб дод амакам. ҳеҷ гап не, сиҳат бошанд барои мо бас. худата бинем бачаҳота дидагӣ ҳисоб, гуфт модарам ки гирди амакам парвонавор мегашт. аммо омада ин ҷо ҳам 2 рӯза как меистодан олам гулистон мешуд. барои шумо боғабонӣ кардам. меваҳо ҳил пухтаанд. ҳай дариға. ана ҳамин сафари амакам тақдири маро ба аҳли оила ва зиндагии худаш пайваст. ба ин ҳам як гапи модарам сабаб шуд. абдукарим, аз ҳозир тайёрӣ бин. шаби пеш аз бозгаштани амакам гуфт ӯ. 3 сол баъд додарата мефиристонам. амакам бо меҳр сӯяш нигариста табассум кард. ҳей занаки сода, норозиёна гуфт падарам. пеш аз тӯй нағмаву нағора чӣ лозим? то 3 сола эҳа як ҷувол умр дар кор. шайтон ноумед, банда ба умед. хушҳолона сухани ӯро бурид модарам. 3 сол ҳам оби равон бар ин чунон тез мегузарад ки бехабар мемонем. вақти хонадор шудани мо абдукарим чорғовак мерафт. модарам хандид. ана бин, мӯи сараш риши ту бар ин сафед шудааст. падарам нафаси тӯлонӣ кашида ба хаёл рафт. амакам худро ба ҷомаи беқасаб печон ва ба болишто такя кард.
به نظرم گپی مادرم او را به سیر عالمی طفلیش برد. باز وقتش رسد ما در این دنیا هستیم یا نی؟ عبدالکریم بهانه نجوید میگویم. خندان خندان گفت مادرم به سری مقصد آمده. لحظه خاموشی حکمران گشت. تنها از گوشه تاریکی حولی صدای نوشخوار حیوانها به گوش می رسید. خواهرانم مگر از این صحبت دلتنگ شدند که برخسته به حجره خوابشان در آمدند. پدرم از آسمانی پرستاره چشم نکنده با دست راست ریش نقرفامش را هلال می کرد. در چهره او یک حسرت و علمی از پیری هویدا بود. مادرم خیال آمیز یک لب دسترخوان را گاه می کشاد و گاه ته می کرد. ماهی شام خورده در نوک صنوبر گوشه حولی مثل تاج ایستاده گویا این منظره را تماشا داشت. خواندنش چخیل؟ ناگاه پرسید عمکم و معنی دارانه به من نگریست. معلم ها راضی، گفت مادرم و خندید. لیکن الکه 100 بار ضرب خیمچه را خورد. نخواد. در قیافه عمکم خوشحالی هویدا شد. او سری زانو نشست و ندا کرد. از من هم گذرانده است کو؟ این اشاره وی جان داشت. گپ اینجاست که ایام خردیش عمک عبدالکریم به حلقه بچه های مکتب گریز می افتد و هر سحر کتابدانش را برداشته سوی مکتب می شتابد. لیک از تنگکوچه ها چپ غلط داده به میدان بالای دیه می رود و توپ بازی می کند. از باغها سیب و خربوزه می دزدد. اول همسایه ها از این خصوص شکایت می کنند. اما باوری مادرم نمی آید و روزی دیگر از پسش می پوید و او را در میدان فوتبال دستگیر می کند. من حالا از جایم خسته ناعیان رفتنی شدم، چون که از فعل مادرم به هراس افتادم. آخر و نوی گپ را که کشاد حاضر یا زمان دیگر تمام کردارهای مرا فاش می سازد. ولی عمکم مانع شد. شین آشنا، بعضی راهبرها برین در حال از تنقیل نگریز، خطاب کرد او. ناعلاج به گوشه کت نشستم. ظاهراً خود را خواب آلود وانمودم، ولی در اصل وجودم را آتش سوزان. با گوشه چشم به مادرم نظری التجا آمیز پرتافتم. خواستم اشاره کنم که خب شیند، اما وی نگاهش را از روی عمکم نکنده با شوق سخنش را ادامه داد. تو جان آدم بودی عبدالکریم. این دادرت بیحد پوست خواست، خواب آلود یک رو برآمد. ایها، از تو دویم دلم پر بود، گپم می فهمیدی. لیکن چی خیل آدم شدن این بچه علمی غیب است، گفت وی آزرده خاطر و اکنون به من نگریست. به امید پدرت شوم از سنگ صدا می براید و از او نی خب می شند. نی بهترش همه گناهات به عمکت می گویم. دیوار بدرون افتد بهتر. پدرم معنی دارانه سرفید. مادرم از این رموز گرفت و آتشین گشت. همش عیب خودت موی سفید. آخر آهن در گرمیش کفتن آسانتر. چند کرد گناه کرد. یک سری مو اعتبار که ندادی هوا گرفت بچه. وقتای آخر با عبدالخالق اکش سگ و پیشک برین ناساز است. 2 بار چرخ ماشینش سوراخ کرد. دین شیشه پیش ماشین زده شکست. مادرم نیشخندی کرد. همش برای یک کپک.
آدر دادر به برادر اسب دوند جفتی گاو مال و حال می بخشید، خدمت می کرد. آدمی خاموش ماند. سپس به یک آهنگ رحم آور افزود: الها توبه، یگان اجداد ما و شما با برادرش دشمنی نداشت. عبدالخالق چنان ملول بود که از درمان نمی گذشت. با خاطر خودت چند روز باز آمد و رفت. انا باز به دستش آب که نریخت دماغش سوخت و بر وقت رفت. مادرم دیگر حرفی نزد. سری من تا رفت خم می شد. به گمانم به زانویم می رسید. راضی بودم که زمین کفد و به کامش مرا فرو برد. لیک از وجه سوراخ کردن چرخها و شکستن شیشه پیش ماشین اکه عبدالخالق نی. آن روزها من می خواستم هر ساعت از وی قصاص بگیرم. پیش با وجود آن که او را از ته دل احترام نمی کردم، در حضور آدمان هیچگاه گپش را نمی گرداندم. بعضن خانه اش رفته به کار و بار همسرش یاری می رساندم. برای گاو و گوسفندهایش علف می درویدم. باغش را آب می دادم. هر خیلی باشد وی برادری بزرگ من است و از روی تعامل به خاندانش خدمت رساندن را وظیفه خود می شمارم. اکی عبدالخالق شوفر تاکسی است. در دهه استقامت و در ناحیه کار می کند. او فرماندهی را به حد دوست می دارد. اصلا ناسازی ما از همین سر زد. آخر رفت وی مرا در مرکز ناحیه یا کوچه های دهه ببیند، در حال ایستاده سر از تیریزه ماشین برآورده دوغ می زند. سگی دیدو برین در اینجا چی می کاوی؟ تیسر خانه رفته آغل ها را روب، به گاو و مال کاه و آب ده. نزد جوره هایم از قهر و علم سرخ و سفید و مثل هیکل شخ می شدم، ولی دم نمی زدم. با عقیده پدرم به وی گپ زدن بیفایده. عبدالخالق از حکمرانیش حلاوت برده از راغ دندانهایش توف می کرد و ماشین زرچتابش دیوانوار غواص زده و تکان خورده در یک نفس ناپدید می شد. اما دود علم من مثل چنگ پسی ماشین او به هوا می خیست. آخر خودش در خانه به آب خنک دست نمی رساند، آلفته می گشت. پدرم کر و فر او را هیچگاه خوش نمی داشت. بچه بادی شده ای، فکت بسیار بلند نگیر. باره در سری دسترخوان به او گفت پدرم: در کوچه های پر آدم ماشین تیز ندوان، مردم خاک و چنگ ندی. به موی سفید ها سلام دهی یگان جایت کم می شود. امروز یک کس حرمت بکنی، پگاه از کسی دیگر حرمت می بینی. شما از برنامه تازه انگارها گفتار چهارم را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچکا شنیدید. برنامه را اینها آماده نمودند: راوی قطبیه اکرامی، صدابردار امام علی زیایف، کارگردان برنای نظام. تنصیحت و خانه آباد باشید.